دیو 7 سر. خیلی از وقتا افراد میخوان تولید کنن، اما با صحنه‌ای مواجه میشن که دل و دماغی براشون باقی نمیذاره. مثلا فردی که همه صلاحیت‌ها رو داره، هزار زحمت دنبال گرفتن مجوزه و این فرآیند شاید چند ماه طول بکشه. اما یه نفر که اصلا صلاحیت‌های لازم رو نداره، به واسطه رابطه، رشوه و یا غیره کارش تو کمتر از یه هفته راه میافته. یا یه نفر با کلی زحمت یه کالایی رو تولید میکنه، اما فرد دیگه‌ای با ارز دولتی مشابه همون کالا رو با قیمت کمتری وارد میکنه. همه این کارا در نهایت باعث میشه که اعتماد مردم به حاکمیت کم بشه و دیگه راغب نباشن کاری بکنن. برای اینکه بدونیم فساد چه آسیبی به اقتصاد میزنه، جالبه بدونیم که سالانه 7% از درآمد جهان در اثر فساد از بین میره. یعنی چیزی حدود 1 تریلیون دلار. این یعنی مجموع درآمد نفت ایران تو 100 سال اخیر. اما واقعا برای مقابله با اینجور امور باید چیکار کرد؟ قبل از هر چیزی باید گفت که راه حل‌های مختلفی برای مقابله با فساد وجود داره، مثل راه حل‌های پیشینی و پسینی. از طرفی مدل‌های مختلفی هم برای مقابله وجود داره. بعدش هم فساد با فساد فرق میکنه. مثلا اگه کسی کالایی رو در ابعاد بزرگی قاچاق کرد، یکی از بهترین راه‌ها از بین بردن جنس قاچاقه. اما در مورد همه مفاسد نمیشه حکم واحدی داد. یکی از راه‌هایی که توی دنیا خیلی موثر بوده، جایزه به گزارشگران فساده. به هر کسی که فساد رو گزارش کنه، درصدی از مبلغی که قراره به خزانه برگرده داده میشه و خود همین باعث شده حجم کشف فساد اقتصادی 40% افزایش پیدا کنه. یه راه دیگه برای مقابله با فساد ایجاد شفافیته. وقتی سیستم شفاف باشه و فرایند غیر مشخصی نداشته باشیم، فرد به این راحتی‌ها نمیتونه فساد کنه. یکی دیگه از زمینه‌های ایجاد فساد، تضاد منافع. تضاد منافع یعنی بعضی از تصمیمات مفید فرد برای جامعه تو مسئولیتی که داره با منافع خودش تناقض داره. مثلا خودش وارد کننده یک کالاییه و از طرفی مسئول مقابله با وارداته. خود همین باعث میشه که واردات به شکل قارچگونه‌ای زیاد بشه. یه وقتا برای اینکه اینجور مسائلی پیش نیاد، اجازه ورود فردی که براش تضاد منافع تو سیستم وجود داره رو نمیدن. البته همه اینا نافی جلوگیری از ورود افراد نالایق، استفاده از سامانه‌های مدرن، نظارت و برخوردهای پلیسی و قضایی نیست. به قول سعدی، سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل.